اسم زن رونالدو چیه؟ یک سوال میپرسم، هر کی بلده بلند بگه. قبوله؟ پخش زنده هم داره پخش شده، دست پای ما رو بسته، ولی اب نداره، میپرسم. پخش زنده هم جمعیت بگیره ببینم چند نفر بلدن. بچه ها، کوچیکا، بزرگا، هر کی بلده بگه جوابشه. قبول؟ اسم زن رونالدو چیه؟ حاج آقا دیدی؟ گوشه خیلی خواب، بس. حالا یک سوال دیگه بپرسم، گوگل سرچ نکنین، گوگلی مگولی. اسم همسر امام هادی چیه؟ کی میدونه؟ دستش بیاره بالا. اسم همسر امام باقر میشه مادر امام صادق، اسمش چیه؟ بعد شما میگین برای چی پس بچه های ما فایدهش کجا بود تو زندگی؟ بابا بچه های ما اسطوره ها، ما اسطوره واقعی داریم. ما علی داریم. نه من به عنوان یک آخوند شیعه بخوام بیام علی رو بالا ببرم. اهل سنت براش کتاب نوشتن، شیعه ها براش کتاب نوشتن، مسیحی ها براش کتاب نوشتن، یهودی ها براش کتاب نوشتن، مستشرقین کافر ملحد بیدین برای علی کتاب نوشتن.